کاظم آقا اون گیوه ما اونجاست. ما می‌خواستم بدنم به این انالا افتاده اونجا شما. آره اینجاست گیوه. بیا اینجا ببینم. بچه رو گیوه منو برداشت. بیا تو. جناب آقای مدیریت محترم این سمت به من اذیت میکنه. اذیت میکنم؟ ای لال بشی اگه دروغ بگی. مدیر آقا، کاظم آقا، مدیر آقا، ما خودم ساکت آقای مدیر. گیوه ما رو بده بپوشم تا بزرگی تربیت تو اذیت نکن. خودم رشتم اونجا دیکته میگفتم. این اینالای کوفته باقر داده. نمیذاره خفا. جناب آقای مدیریت محترم دبستان، این آقای ناظم به بنده عرض کردن که بنده دیکته بفرمایم. منم فرمودم. تو چه کاری؟ خودت چی کاری؟ خودت چه کاری؟ نزول بی تربیت. هرچی ما میره میشینم میاد پیش ما میشینه. هرچی ما را سولاخ بعدش میاد پونه. سولاخ بعدش میاد. خب بگید ببینم موضوع چیه؟ جناب آقای مدیریت محترم موضوع چیه؟ من داشتم دیکته میگفتم. این آمد دست بنده گرفت. هرچی ما هم دیکته بگی کرد و بی ادبی من